نام برنامه معلوم است که مشالداران هنر و از هر در سخن است. میخوایم یک کمک راجع به موزیک از شما سوال کنم که وقتی که شما به افغانستان بودین موزیک شنیدین؟ موزیک افغانی؟ بله، موزیک مثل احمد ظاهر شنیدیم. موزیک نو که از راجع به او موزیک بلد خو نیستم، لیکن موزیک افغانستان بسیار خوش می آید. خوشت می آید؟ بله. و افغانستان میشنیدین؟ بله، بسیار کم بود به خاطر که در وقت طالبان اینجا بودم، نه، لیکن موسیقی احمد ظاهر زیاد بود در وقت. بسیار بود. هنوز هم مشهور است. هنوز هم زیاد است. جاودان است. این حال شما تنها به دوره طالبان بودین به افغانستان یا پیش از پیش از وقت طالبان هم اونجا بودیم؟ بله. بعضی وقت اگر یک عروسی رفتیم اونجا موسیقی زیاد بود. بارسی، بله، بارسی های افغانا موسیقی و رقص و خوشی و اینا بسیار هست. انواع و اقسام غذا میپزن. از غذای افغان چی خوشت میآید؟ غذا نان. بله، میوه افغانستان بسیار خوب است. میوه زیادتر خوش بله، مثل خربوزه، تربوز، انار که هست. اینجا در کانادا که زندگی میکنم، در کانادا او رقم میوه پیدا نمیشه. بله، در افغانستان بسیار خوب میوه پیدا میشه. لیکن دیگه چیزا مثل منتو، آشک، پلاو، او چیزا بسیار خوش میآید. یا دارین قرار شنیدگی یا اطلاعی که من دارم مثلا امی انگوری که ما در کالیفرنیا میخوریم ای امین حال زیر از افغانستان آوردن در اینجا شوندن، چیزی که ما شنیدیم. بله، میوه افغانستان از کل دنیا قدر بهتر است. یا خودت چه قسم غذا خوشت میه؟ ما بسیار قابلی پلاو از کلشان قدر خوش میآید. و میوهش و نقل. نقلش بسیار مزه‌دار است. خودت بلد هستی؟ فکر میکنم کمی شاید بلد باشی به نان پختن. قابلی پلاو میتونم که پخته کنم. از خوشت میآید؟ از منتو آشک بلد نیستم، مگر او هم بسیار خوش میآید. خودت چطور کردی؟ قابلی پلاو خوشت میآید؟ نان بسیار خوب. بله. منم نان خشک افغانی بسیار زیاد خوشم میاد. بسیار مزه‌دار است. بسیار مزه‌دار است. اینجا تو پیدا نمیشه. اصلا از نانوایی. از تندور. بسیار خوب. از موزیک افغان چطور خودم جاوید شریف. همین آهنگش آماندیم. بسیار خوب. خودت چطور؟ یادت هست موزیک افغان یا نه یا خورد بودی؟ خورد بودم، لکن عروسی خوش دارم. I really liked going to weddings and listening to the music and seeing everybody dance. And sometimes they would try to make me dance. They would pull me up and try to make me dance, but I didn't know how to dance very well, so then everybody would laugh. But it was fun. حالا من میخوایم که راجع به والدین شما، مادر پدر شما سوال کنم که مادر پدر شما چقدر وقت است که به افغانستان هستن؟ چه وقت رفتن و اونجا برای چی رفتن افغانستان و چی کار میکنن؟ سال 93 رفتن، تا حال اونجا هستن. در دهات کار میکنن، امروی صحت و صحت ها. بله. و مادرم نرس است و پدرم مثل انجینیر است. در زراعت کار میکنن. زراعت و چیز دیگه مثل چار جور میکنه. راجع به امروی کانکریت یا سمنت دیگه، سرک یا هر چی که به کار است، لیکن در پانتون او زراعت خواند. بسیار خوب. اینا به کجای افغانستان، یعنی از یک شهر به دیگه شهر میرن یا ای که به یک جای هستن؟ فعلا شما گفتین به زارجات هستن زندگی میکنن؟ همه در زارجات هستن. خب به دیگه جای کدام ولایات دیگه افغانستان اینا رفتن؟ هرات رفتن، مزار شریف، کابل، دهات نزدیک کابل و دهات نزدیک بلخ و نزدیک مزار شریف، پل خمری هم در مود دهات ها. خیلی زیاد بلد هستن. از مکه در ولایت افغانستان هم بیشتر دیدن. فکر کنم شما هم بیشتر دیدین. ایشان توسط یک ارگانیزیشن رفتن؟
بله. یک مؤسسه به نام IAM International Assistance Mission، اما که شفاخانه نور که داشت کابل، اما مؤسسه است. بسیار خوب. و سال 93 تابال اونجا هستن، راضی هستن، خوش هستن؟ حتما دیگه خوش هستن که تابال هستن. به سال 93 تا 2008 بسیار وقت است. بله. بله یا اینال شما در نظر دارین که دوباره برین افغانستان برگردین؟ بله البته. میخوایم پس برم، میخوایم کار کنم امروی اطفالای معیوب اطفال معیوب کار کنم اونجا. بله. و متاسفانه اطفال معیوب فعلا به افغانستان بسیار از به خاطر جنگ بسیار نفر معیوب شدن، بزرگسالام شدن، اطفالام شدن. بله. اشتکای افغانستان بسیار تکلیف دیدن. میخوایم که برم و یکمی کمک کنم که میتونن بازی کنن و چیزای learn important things and be able to succeed better in life. بسیار خوب. هموطنان عزیز و گرامی، احساس اینا قابل قدر است که اینا خودشان از کشور کانادا که لوئیس جان به امریکا زندگی میکنه، فکر کنم مادرتان امریکایی است و پدرتان کانادایی یا چطور؟ بله. بله. خب یعنی کانادایی امریکایی که به افغانستان زندگی کردن و چقدر اینا علاقه دارن به غذای افغانی، به کلتور و کلچر افغانی، به موسیقی افغانی و امیام در نظر دارن که مثلا لوئیس جان قرار گفته خودش که بعد از اینکه درسایش خلاص شد داینده در نظر داره که به افغانستان برگرده و با اطفال معیوب افغان مسئله خدمت شوه و کمک کنه. خب پلان خودت چیست کرن؟ نفهمیدم. You know, what are your future plans? نمیفهمم. Do you want to live in Canada or US or? I want to go to other places too. Afghanistan بسیار خوش دارم. I'd like to travel the world and see different countries and study languages. That's what I want to do. So. Good plan. شما چطور؟ خب من عمل در سال اخیرم است در پنتون. باز بعد از او میخوایم که پس افغانستان برم، اونجا در کدام مکتب کار کنم یا هر جا که چیز پیدا میشه. مثل در افغانستان مثل الهاس گفت زیاد چیز هست، مثل مردم غریب است و اگر کم ایژوکیشن بگیرن یا مثل اگر راجع به چیز مثل نجاری خوش دارم، اگر امروی اشتکا کار کنم و همون چیزا یاد بتم نجاری یا ولدینگ یا باز میتونن که کار بگیرن. اگر او رقم کار پیدا میشه باز میخوایم که او رقم کار کنم. بسیار نظر خوب دارین. بینندای عزیز، اگر شما سوال